اومدیم با یه ویدیو دیگه. بچه امروز میخوایم بریم بدوار با برادرم امیر حسین. بچه این بدوارز نسخه اصلیش نیست که مثلا شاید بعضی از وسایلاش نداشته باشه. بچه قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم لطفاً سابسکرایب و لایک و زنگوله یادتون نره. بچه بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه اومدیم 3 2 1. بچه وارد بازی. این از بدوارز با رنگ آبی است. بریم کمی آهن به دست بیاریم. بدوارز با گوشی خیلی سخته. من بلد نیستم چجور باید سرور بریم داخل سرورها. بلد نیستم چجور باید بریم. اگه بلدین لطفا داخل کامنت بگید. بدم اونو بچینیم. من خودم بدوارز کم بازی میکنه اصلا. شاید بعض وقتا با برادرم بازی کنم. اینم از بدمون. نیم یه کمی طلا. 18 تا طلا داریم. مثل نسخه اصلیش نیست. نسخه اصلیش خیلی بهتره اینه تا این نسخه. بچه این از بدشانسی من. بریم از دوباره طلا جمع کنیم. آهانم خب خیلی داریم باش. یه خورده خشم لازم داریم. چای 64 امین 32 تا نه 32 تا میذاریم. بریم طلا از بالا بیاریم. بچه اگه دیدین بدوارز دوست دارین بگین تا براتون بذارم. بچه سابسکرایب هم حتما بکنید چون که واقعا کسی درست سابسکرایب هم نمیکنه. لطفاً ویدیوهای ما رو سابسکرایب کنید. خب بچه ها بچه هم بده ما همینجوری میچینیم. نه بسته. خب بچه های شمشیر هم درست کنیم که بجنگیم. بچه ها من شمشیر رو میسازم. صبر داشته باشین تمام. خب بچه ها شمشیر رو آوردم. بریم. بچه ها نمیتونم بریج بکشم. اصلا من وسایل رو بذارم. با این 32 تا میام که اگه بشه بریج بکشی خیلی خوبه. خیلی وقت پیش من بریج میکشیدم. یه عادت کرده بودم دیگه بازی میکردم. داره جواب میده. بچه چیزم چشمم تموم شد ندیدم. ایجا خوب بریج کشیدم واقعا. خب بچه من شورته پشمون بردارم. یه دونه کنم یه دونه زینا.
نمیترسم با این وسایل بمیرم. این بالا بچه داخل کامنت بنویسین که وقت ماینکرافت بازی میکنن شیدر بریزنم یا نریزم. بچه مردم بچه. قبل با ما کامپیوتر بازی میکردم، یعنی کامپیوتر خودم نبوده که از دوستان بود. خیلی سخت بود من بازی میکردم چون که تا حالا با کامپیوتر بازی نکرده بودم. بریم لباس آهنی. خیلی طلا آهن داریم بس اصلا خیلی فرق کرد. فکر کنیم میتونیم با طلا اینا رو بگیریم. یعنی اگه تونستم سرور رو درست میکنم بریم آنلاین بازی کنیم شاید بهتر بشه. یه کلنگ آهنی نه کلنگ آهنی نه پشمان بیدم مثلا چیزایی که داخل سرور داشت مثلا آب داشت خیلی چیز داشت بری الان داخل این مثلا ماد سطل آب اینا نداره. فضل میشونیم برای بیت با امیرال میتونیم پیرن بچه بله بختیم بچه بیدش بزدیم برو بتونیم همینجور هم بزنیمش. ویدیو اگه طولانی شد ببخشید واقعا ببخشید دیگه نمیشه بزنید. خب نمیمیره. یه لباس هم داره. بریم یه دونه
شمشیر درست کنیم. شمشیر آهنی خوبه. شمشیر آیرونی. خب بریم بچه اگه دوست داشتین تصویر خود من بذارم بچه خیلی بد پریدم. خب من قبول دارم خیلی بد پریدم. داشتم میگفتم اگه دوست دارین من تصویر خودم رو این بالای یا این گوشه بذارم داخل کامنت بگید. این شمشیر آهنی زود بچه پشم من یادم میرسه زودتری باید پشم درست کنیم. پش امیدوارم این بازی رو ببریم. امیدوارم. من بچه گفتم پایین. همین میتونم بزنمش. از شمشیر آهنی دارم. باید بزنمش داره. من میرسم. بزنیم بچه نمیشه. بله باختم. فقط با یک ضربه میمرد. نمیشه. حق نیست. زود بریم. نمیشه بچه. دارم ادامه میدم. بچه نمیشه بچه اصلا خیلی سخت شد. 3 2 1 بچه لک خورد. بچه بناموزنه. بچه لک خورده نمیشه. باخت. خب بچه داخل این ویدیو من باختم. بچه خیلی لک خورده بود یعنی میبردم. بچه اینجور که اول ویدیو گفتم سابسکرایب و لایک و زنین گوله یادتون نره. بچه تا ویدیو بعدی خداحافظ.